بنیامین، افشارتیک و وینی، 3 یوتیوبری که کمتر کسی نمیشناستشون. اونا تونستن با ویدیوهای فانشون خودشون رو در کامیونیتی یوتیوب مطرح کنن. ولی آیا تمام این ویدیوها از خلاقیت خودشون بوده یا کپی کاری بوده؟ من 3 از ویدیوهای پربازدید هر کدوم از این یوتیوبرها رو بررسی کردم. و با در نظر گرفتن 3 المان ایده ویدیو، تامنیل و محتوای ویدیو بهشون امتیاز دادم. کسی که بیشترین امتیاز رو بگیره کپیکار یوتیوب معرفی میشه. از بنیامین شروع میکنیم. شما وقتی به چنل آقای بنیامین نگاه میکنید نمیتونید نگید من این ویدیو رو یه جایی ندیدم. ساده‌ترین راهی که ببینیم قبلا کسی از این ویدیوها درست کرده یا نه سرچ کردن تایتل به زبان انگلیسی است. از بین این 3 ویدیو 2 تاشو میتونید کاملا اصلشو پیدا کنین که اگه متوجه نشدین از کانال مستر بیست و سایدمن هست. ویدیو سوم ولی کاملا شبیهش نیست به خاطر اینکه کارخونه لپلپ در خارج وجود نداره. حتی کسی هم داخل کارخونه این کارو انجام نداده. پس امتیاز برای این ویدیو و 1 امتیاز برای اون 2 ویدیو دیگه. معروف‌ترین ویدیوهای چنل وینی ویدیوهای بلایند دیتش هست. میدونید قبل اینکه شروع کنم این ویدیو رو درست کنم واقعا بدم میومد از ویدیو. مطمئن بودم این یک کپی کار کامله. اما بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدم که اگه اینجوری باشه خیلی از چنل‌های خارجی هم که داشتن این ویدیوها رو درست می‌کردن از سال 1985 به این ور بعد بگیم همشون کپی کار بودن. ولی بعد فلسفه این در میاد که اگه همه یه کار بدی انجام میدن اون کار خوب میشه. برای همین بهش 1.5 امتیاز میدم. خدا وکیل من کدوم از تایتلایی که این پسر درست کرده رو سرچ کردم نتونستم شبیهش رو پیدا کنم. پس آقای افشار در این بخش هیچ امتیازی نمیگیره. خب کجا بودیم؟ تامنیل. درسته. قبل اینکه بررسی کنیم یه روش تامنیل ساختن هست که میخوام بهتون آموزش بدم. تامنیل مستر بیست. این نوع تامنیل با استفاده از رنگ‌ها با سچوریشن یا قدرت رنگی بالا مثل استفاده از خالص‌ترین رنگ‌های آبی، سبز، قرمز و استفاده از AI انهانسر برای صورت شخص داخل تامنیل باعث میشه توجه افراد رو سریع به ویدیو جلب. اما استفاده زیادی از این تکنیک و در نظر گرفتن قواعد گردی باعث میشه این نوع تامنیل‌ها چشم آدم رو آزار بدن و نتیجه عکس داشته باشن یا انقدر صورت شخص رو آپدیت کنن که صورت عوض بشه. برای ویدیوی 50 یوتیوبر بنیامین قشنگ تامنیل مستر بیست رو برداشته و برای امانگاس هم که به KSI روشه. اما برای قایم موشا یکم الهام گرفته از ویدیوی مستر بیست. 2.5 امتیاز. من همه تامنیل ها رو یک بار با گوگل ایمیج سرچشون کردم. غیر از اینکه شاید یکم تکنیک مستر بیست استفاده کردن هیچ امتیازی از این قسمت نمیگیرن. همه تامنیل ها اورجینال و زیبا هستن به نظر من. تامنیل‌هایی که درست کرده دقیقاً با سبکشون با بلایند دیتای دیگه همخونی داره. اما به نظر من وینین تونسته خیلی قشنگتر اجراشون کنه. 0.5 امتیاز. پرانتز آخه این چرا موش تو دماغشه؟ این که ویدیو خوب بود یا نه یا من خوشم میاد یا نه امروز بهش رسیدیم. اینکه ویدیو خوب بود یا نه یا من خوشم میاد یا نه امروز بهش رسیدگی نمی‌کنه، ولی بدون هیچ لحظه‌شو دوست نداشتم. ویدیو 50 یوتیوبر اوپنینگش قشنگ اوپنینگ ویدیو مستر بیست هست. غیر از بازی باکسشون که یکی بود بقیه چالشاشون مال خودشون بود، یونیک بود. 2 امتیاز. ویدیو امانگاس اوپنینگ ویدیو شبیه ویدیو سایدمن نیست، اما اینکه 5 تاسک داشته باشن یکی بود و بقیه ویدیو کار خودشون بود. 1 امتیاز. و در آخر ویدیو قایم موشک. به جای 10 تا 8 یوتیوبر داشتم بازم یکم شبیه بود. چالنجاشون هم یکی بود. 3 امتیاز. مامان بگید دیگه. دفعه اول جواب نمیدین. ای عجب آدمی هستی. مامان خوبه؟ بده؟ مادر مامان بله مامان جان. بیام بشینیم اینو با هم نگاه کنیم. خودت میدونم میخندی.
نظرتون چی بود در مورد این ویدیوهایی که براتون گذاشتم؟ خوب بود، سرگرم کننده بود، خوشم اومد. بازم نگاه میکنید از اینا؟ فکر کنم آره بازم نگاه میکنم. البته اگه مثلا حرفای خوبی توش رد و بدل بشه، خنده دار باشه، بیشتر خوشم میاد. به نظرتون اینا مثلا یه کار کپی بوده یا اصل کار، یعنی مثلا اصل بوده ایدهشون و این کارا و اینا؟ کنم ایدهش مال خودشون نبوده، دیدن و حالا خب استفاده کرد. حالا به نظرتون این استفاده‌ای کردن به نظر من اشکالی نداره. چه امتیازی بهش میدین؟ امتیاز این که چقدر به نظرتون کپی بوده و کار خودشون نبوده، برعکس، یعنی امتیاز خوب نیستین. 3 میدم. 3 4. خیلی ممنون از وقتی که گذاشت. خدا دختر گلم. نه کپی نکرده بودن چیزی رو، نتیجه امتیازاتم اینه، اینم تاج شما، فقط این ویدیو رو تموم کنید، من دیگه خستم. انشالله ناراحت نشده باشن دوستان. برای سختی این ویدیو یه ساب بزن دلمون شاد بشه. تا ویدیوی بعدی، بای بای.